سلام و درود و خوش آمدید. در تنظیم این ویدیوها تلاش من در این نیست که ایمان شما را تغییر بدهم. فقط اطلاعات می دهم. اگر می خواهید بیشتر بدانید، می توانید همه چیز را در انجیل پیدا کنید. راه عیسی چیست؟ راه عیسی راه سخاوت است. عیسی سخاوتمند بود. تمام گفتار او و تمام کردار او نشانه از سخاوت اوست. مردم همیشه شخصیت خود را در دین خود نشان می دهند. افراد عصبانی و متنفر بسیار در مورد جهنم و خشم خدا صحبت می کنند و دوست دارند بگویند خدا می تواند هم متنفر باشد. افراد ترسو و بی اعتماد دوست دارند در مورد دوزخ و عذاب آن صحبت کنند. افراد خودپسند دوست دارند در مورد گناهکاران صحبت کنند و اینکه گناهکاران چقدر سزاوار رفتن جهنم هستند. افراد تنگ نظر و قانونگرا دوست دارند در حیطه دین قانونمند باشند و در مورد مردم که به دوزخ می روند صحبت کنند. همه آنها دوست دارند درباره افرادی که به دوزخ می روند صحبت کنند. اما خدا محبت است. او ما را آفرید، از ما می خواهد که به نزد آن برویم، برای ما پیامبران فرستاده تا به ما نشان دهند که چگونه به نزدش برویم. او حتی خودش به شکل عیسی به زمین آمد تا همه را به ما بگوید و تا خودش را فدای ما کند. بله، ما انسانها کارهای بد زیادی انجام می دهیم، اما خدا می خواهد ما را از گناهانمان رها کند و به بهشت برساند. او بخشنده و سخاوتمند است. و عیسی چنین است. او فقط چند بار به دوزخ اشاره کرد، اما پیوسته سخاوت خود را نشان داد. او به هزاران نفر غذا داد. هر جا که می رفت مردم را شفا می داد. او فرمود بطلب و خواهی گرفت. گاهی نمیخواست معجزه کند تا از توجه پیش از حد جلوگیری کند، اما حتی در آن زمانها اگر کسی از او شفا یا چیز دیگر میخواست، عیسی آنچه را که میخواست انجام میداد. بخشیدن نوعی سخاوت است و عیسی مدام میبخشید، بیشتر از اطرافیانش. او گفت من به دنیا نیامده‌ام که مردم را محکوم کنم، بلکه برای نجات مردم آمدم. او حتی سربازانی را بخشید که او را کتک زدند و مسخره کردند و به صلیب میکوب کردند. عیسی از ما نیز انتظار دارد که ما سخاوتمند باشیم و پاداش خواهد داد. او فرمود بدهید و خواهید گرفت. پیمانهای پر، فشرده، تکان داده و لبریز در دامنتان ریخته خواهد شد. و همچنین گفت به هر که داده شد بسیار، از او درخواسته بیشتری شد. تنها افرادی که او بارها مورد انتقاد قرار میداد، رهبران مذهبی تنگ نظر، قانونگرا و متعصب دین بودند، زیرا به آنها بسیار داده شده بود، مقام، دانش، قدرت، اما چیزی چون ظلم و ستم نمی کردند. در هر عصری مسیحیان و غیر مسیحیان تنگ نظر، قانونگرا و ظالم وجود دارند که بسیار دوست دارند در مورد دوزخ صحبت کنند، اما این راه عیسی نیست. در هر عصری انبیای دروغگین و رهبران دینی خودپسند وجود دارند که انتظار دارند که مردم به آنها گوش بدهند و با تهدید و ترس مردم را مطیع نگه دارند، اما این راه عیسی نیست. در هر عصری نیز مسیحیان و غیر مسیحیان محبت و بخشنده و سخاوتمند وجود دارند. این راه عیسی است. عیسی در مورد رهبران مذهبی بیان کرد از میوه‌های آنها را خواهید شناخت. به عبارت دیگر، مردم با اعمال خود آشکار می کنند که چه کسی هستند و به عنوان خداوند عیسی نشان می دهد که خدا کیست: محبت، بخشنده، سخاوت. بنابراین راه عیسی راه سخاوت است.
امیدوارم جالب بوده باشد. خیلی ممنونم که گوش دادید. خداحافظ و تا بعد.